درود به شما دوستان همراهان عزیز، خیلی خوشحالم که بار دیگر در کنار شما هستم و برنامه دیگر و گفتگوی دیگر با استاد گرانقدر جناب ایرج مصداق عزیز در برنامه تحلیل روزانه. خب یک سری از موضوعات امروز هست، از جمله مسئله جایزه نوبل، ولی مهمتر از جایزه نوبل مبحث اسرائیلیا هست. آیا هدف بعدی، تارگت بعدی جمهوری اسلامی است یا نه؟ نتانیاهو در حقیقت چه گفت؟ آیا به دنبال تقابل هست یا نه؟ تمرکز آمریکا و اسرائیلی ها تو منطقه به کدوم سمت میره و چشمانداز در کدوم ایجاد خواهد شد؟ آیا غزه به گفته نتانیاهو که میگوید اگر برود به سمت سلاح‌ها خلق سلاح نشود باز هم به منطقه جنگی خواهد شد، آیا واقعا روی جنگ رو دوباره خواهد دید و یا ما پایان جنگ رو در منطقه میبینیم؟ نقش اسرائیل و آمریکا در این بین چه خواهد بود؟ ما مستقیم میرم اتاق گفتگو با جناب مصداقی عزیز، استاد گرامی که میدونم امروز همچنان مریض احوال هستن اما لطف کردن در برنامه شرکت کردن. درود میگم به شما. سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. خیلی ممنونم جناب مصداقی، با وجود که همچنان کمی مریض احوال هستید حضور دارید اینجا و ما سعی میکنیم برنامه خیلی کوتاه‌تر باشه با توجه به شرایطی که دارید. جناب مصداقی، من قبل از اینکه وارد برنامه در مورد اسرائیل بشم در مورد برنده جایزه نوبل از زبان شما بشنوم، گویا از حامیان مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی هم فکر کنم هست. صحبت‌های شما رو میشنویم. بله، خب همونجوری که پیش بینی میشد این جایزه به دونالد ترامپ تعلق نگرفت. با توجه به جو سیاسی غالب در سوئد و نروژ و همچنین مشکلی که بر اثر گرینلند، بخشی از قلمرو دانمارک در قطب بین امریکا و این کشور به وجود اومده، خیلی بعید به نظر می رسید که جایزه صلح نوبل رو به ترامپ بدن. من قبلا هم بارها عرض کردم این جایزه صلح نوبل به شدت سیاسیه و لزوما هم به معنای حمایت از یک شخصیتی که فعالیت‌هایی در ارتباط با صلح داشته در سطح جهانی نیست. خب می‌بینیم بالمثل این جایزه صلح رو به جیمی کارتر دادن. حالا اگر بشه برای جیمی کارتر نقشی قائل شد در صلح بین اسرائیل و مصر، برای اوباما هیچی نمیشد قائل شد. اوباما تازه به قدرت رسیده بود که این جایزه رو بهش دادن بدون اینکه اصلا کاری کرده باشه یا اصلا امکان انجام کاری رو داشته باشه و خود او هم متعجب شده بود از دریافت این جایزه. ولی خب یا میبینیم که به شیمون پرس این جایزه رو دادن به همراه عرفات. خب من برام تقریبا مسجل بود که به ترامپ این جایزه تعلق نخواهد گرفت و حالا این مسئله امروز مشخص شده و خانم ماچادو این جایزه رو دریافت کردن. حالا باز هم خوبه که ایشون دریافت کردن. من دوست داشتم که خانم نابلنی، بیوه نابلنی، به خاطر درگیری بر سر موضوع اوکراین، موضوع روسیه، به ایشون تعلق بگیره ولی خب حالا به خانم ماچادو دادن. اتفاقا بهترم هست چون که خانم ماچادو اپوزیسیون ونزوئلا هست و میدونیم مادرو رئیس جمهور این کشور یکی از متحدین رژیمه و از اون مهمتر اینکه خانم ماچادو حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی و از نفتی و اینا خودش به نظر من نکات خوبیه که یک برنده جایزه نوبل از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه.
ولی نکته جالب توجهش اینه برنده ونزوئلایی جایزه صلح نوبل از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل خانم نرگس محمدی حتی انقدر به نظر من فاقد اخلاق و شعور سیاسی است که به تبریک شهبانو فرح پهلوی که میتونه حکم مادر ایران رو داره و شاهزاده رضا پهلوی پاسخ نمیده. حالا حتی اگر بنا به دلایلی او برای خودش درست کرده به شاهزاده رضا پهلوی پاسخ نداد، حداقل مینیموم های اخلاقی حکم میکرد که به پیام شهبانو فرح پهلوی پاسخ بده. بماند که اینا خودشون رو مسلمان هم میدونن. میدونید که مسلمانی میگن سلام کردن واجب نیست اما جواب سلام واجبه. ملاحظه میکنید؟ ولی خب میگم اینا حرفای بالا منبریه، نه در زندگی و منش اخلاقی افراد. ولی خب اینو بایستی خانم نرگس محمدی جواب بده که چطوریه برنده جایزه صلح نوبل اهل ونزوئلا یک همچین سپاسگزاری عمیقی در واقع ایشون از ماه گذشته نمیگم در ارتباط با همین روز گذشته و متاسفانه از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن در سپتامبر، ولی کن نه خانم نرگس محمدی حاضر نمیشه جواب ایشون رو بده. و اتفاقا خیلی جالبه اون حمایتی که ایشون از شاهزاده رضا پهلوی کرده بود توش تاکید کرده بود که ما با هم هستیم و برای مبارزه میکنیم برای آزادی و علیه رژیم‌های کاراکاس و تهران و مردم ما مقاومت و در واقع فعالانه مقاومت و سازماندهی میکنن. تا اونجایی که من یادم بود در پیام ایشون بود به شاهزاده رضا پهلوی، چون نفتی و شاهزاده رضا پهلوی رو ایشون خطاب قرار داده بود. حالا میگم به نظر من خیلی خوبه این ماجرا و نشون میده که خانم نرگس محمدی در جای غلطی ایستاده و عملاً به نظر من جایزه صلح نوبلی که به خانم نرگس محمدی دادن او بدون اینکه متوجه باشه، از اونجایی که هیچ تجربه سیاسی نداره و در واقع این جایزه رو هم به خاطر جنبش زن زندگی آزادی دریافت کرد وگرنه شانسی برای دریافت اون نداشت، ولی این جایزه رو به نظر من خانم نرگس محمدی مردمار کرد و نمیتونه از ثمرات و به قول معروف برکات اون استفاده کنه، در حالی که این جایزه ظرفیت زیادی داره. اگه ظرفیت نداشت ترامپ دنبال دریافتش نبود. ولی خب متاسفانه ما یکی از ویژگی هامون اینه که ما ایرانی ها فرصت ها رو بسازونیم، فرصت هایی که حتی به اون رو میاره و خانم نرگس محمدی به نظر من در این رابطه ایشون دست به فرصت سوزی زد و میتونست یه چهره مقبول اجتماعی در ایران بشه، ولی این گونه نشد و هر روز که میگذره ایشون بیشتر و بیشتر به سایه‌ای تبدیل میشه و بعید میدونم دیگه
در عرصه سیاسی یا در عرصه سیاست ایران کسی ایشون رو جدی بگیره. البته باید توجه داشته باشیم که نرگس محمدی به قول شما تو زندان بود و اصلا خبری نداشتی به چیه و فعالیت سیاسی فردی که جایزه رو گرفته الان گرفته با نرگس محمدی زمین تا آسمون فرق میکنه. این فرد خب سالها مبارزه کرده در عرصه سیاسی. خانم نرگس محمدی بیشتر، حالا من قصد توهین ندارم، بیشتر همراه بوده، یعنی خودش وزن سیاسی نداشت اصلا. یا اسم همسرش رو استفاده کرد یا یه زمانی با کمیته اون سازمان حقوق بشر بود و بعدم توی فضای سیاسی هم به خاطر لجبازیاش بیشتر زندان موند، وگرنه میتونست از ایران خارج بشه و هرگز هم زندان نمونه. بارها فرصت این هم داشته، حالا شخصی مر چیز دیگه ای دل داشته من نمیدونم، ولی واقعا این زمین تا آسمون فرق میکنه. اینکه نرگس محمدی این واکنش رو نشون بده به خاطر اون خام بودنشه دیگه. مثلا این هنوز هم که هنوز هم خامیات داره و متاسفانه یه سری آدمایی هم که دورش گرفتن سوقش میدن که نرگس محمدی به اون سمت بره. تا نرگس محمدی موضع منفی علیه شاهزاده نگرفته، ولی خب نه دور اینم نداشته که رفتار درستی انجام بده. بفهم میشنم. بله، نه میگم فرصت های زیادی داشتن. حتی دیدید دیگه در اون مراسم کذایی دریافت جایزه هم چه ارکستری رو تشکیل داده بودن و در اونجا از آقای نمیدونم کومل محتدی و گرفته تا گلشیفته فراهانی که معلوم نبود به چه دلیل باید اونجا باشن شرکت داشتن و از پایین نمیدونم دیده بودید دیگه، هر کسی اینجا رسیده بود خودش اونجا قاطی کرده بود. البته حالا بحثش به اینا ربطی نداشتن، خودشون از طریق احزاب رفته بودن و اونجا خودشون رو قاطی کرده بودن. ولی خب اینه دیگه. شیرین عبادی هم فکر کنم به خاطر اینکه سطح جایزه نوبل آورده و پایین با نرگس محمدی مشکل خورده، چون واقعا سطح جایگاه جایزه نوبل کلا اومد پایین یه دفعه. مردم ایران دیگه جایزه نوبل رو میشنون میگن خب چی نرگس محمدی گرفته دیگه، بقیه‌شون هم میتونن بگیرن. اما جان مساقی امروز هم یه کمی مریض احوالی زیاد حوصله نداریم و می‌خوام این بعضا میام بین صحبتاتون کوتاه‌تر بشه که عذرخواهی هم میکنم. یکی از چیزهایی که این روزها ما باش روبرو هستیم مسئله صلح در غزه است. صلحی که خب بسیار